guys, welcome to our channel Nahya Academy. I'm Samin and today I'm here to teach you new Persian word. So let's go. Okay guys, today I'm here to teach you how you can say hi or hello in Persian, but I want to teach you with movie. So let's go to watch movie. سلام خانم، آقا منتظرتونم. سلام آقا شیرعلی، خوبی؟ سلام آقا. سلام، خوش اومدی. چند روز بود فکرت بودم. سلام، خوش اومدی. سلام سیما خانم. بفهمید خانم. سلام آقای مالکی. سلام. سلام. بفرمایید بشین. سلام آبجی. حال نمیخواد بر من زرنگ بشین. دختر خاله منه. خطی واسه نادی واسه. سلام دختر خاله. خوب هستی؟ سلام. به. خوشتلق بدین تا بهتون بگم. سلام خاتون. چشمتون رو. همین روحی از همه بهتره. سلام هاشم خان. هم سلام. سلام عمو جون، خوبی؟ سلام زن داداش. خواهرا و برادرا. با سلام خدمت حضار محترم. سلام علیکم. سلام. چه خبر؟ سلام علیکم. سلام حاج آقا. سلام. Okay guys, until now you saw part of the some movies. If you notice, in all of them you heard same word. Salam. Salam. Salam in Persian has the meaning of hello or hi is the same. Okay, so let's go to see again and remember. سلام خانم، آقا منتظرتونم. سلام آقا شیرعلی، خوبی؟ سلام آقا. سلام، خوش اومدی. چند روز بود فکرت بودم. سلام، خوش اومدی. سلام سیما خانم. بفهمید خانم. سلام آقای مالکی. سلام. سلام. بفرمایید بشین. سلام آبجی. حال نمیخواد بر من زرنگ بشین. دختر خاله منه. خطی واسه نادی واسه. سلام دختر خاله. خوب هستی؟ سلام. به. خوشتلق بدین تا بهتون بگم. سلام خاتون. چشمتون رو. همین روحی از همه بهتره. سلام هاشم خان. هم سلام. سلام عمو جون، خوبی؟ سلام زن داداش. خواهرا و برادرا. با سلام خدمت حضار محترم. سلام علیکم. سلام. چه خبر؟ سلام علیکم. سلام حاج آقا. سلام. Thank you so much because until now you are here and you are watching our video in our channel Nahya Academy. If you like this type of video, please like this video and also share with your friend and subscribe us. And thank you so much. Bye bye.